آقا سلام بر رفقای عزیز. من دیگه صبح داشتیم هلهولی ساعت 5 بیدار شدیم، داشتیم جمع میکردیم با برادر آجالش. دیگه تو خونه استوری نداشتم، همین الان 1 دقیقه است اومدیم بیرون دیگه. این سفر زیبا و باستانی ما با سرخپوستان عزیز به پایان رسید. سفر بسیار خوبی بود آجی. من بیشتر با اینجا حال میکنم تا جاهای دنبلی کسهی و بزن برقص و نمیدونم از این تا اشغال بازی ها و اینا. آره الان هم 2 ساعت باید رانندگی کنیم برسیم فرودگاه فنیکس و برگردیم خونه و من و حاجی جیش بوس لالا. سفر بسیار عالی بود. الان هم ساعت 6 صبح، هنوز میزان نیستم که بخوام صحبت بکنم. اوضاع بسیار خیت رفقا، خیت. چاکر همه رفقای عزیز. زنده باد.